هفته خبر تو خبر داره براتون از چهارشنبه سوری آتشینی که از راه رسید و به همت جوانهای ایرانی یه حال اساسی از آخوندا گرفت. البته قبلش تا دلتون بخواد هشدار دادن و خط و نشون کشیدن. اگر افرادی هستن که دنبال این هستن که یک بی‌نظمی ایجاد کنن و یک به حقوق دیگران یه تعرضی داشته باشن، حتما ما برخورد میکنیم. این افراد رو ما ساده ازشون نمیگذاریم و همینطور هم که گفته شده باید در محله ها برنامه چهارشنبه آخر سال صورت بگیرد که پدر و مادر بالای سر فرزندان خودشون باشه. آخوندا طبق معمول داد و قالشون زیاده، اما جای جاش خیتی بالا میارن و رکب میخورن. این داستان علاوه بر چماق نیروی انتظامی حلوای تیویدیش رو هم داشت. ببینید چطوری میخواستن با هنرمند بازی و این حرفا آتیش چهارشنبه سوری رو خاموش کنن. اما ته خط جز سرگردونی هیچی برای آخوندا نموند. در هفته‌ای که گذشت در ترشی خبرگانم یک بار باز و بسته شد و بوی جنگ و دعوای باندی زد بیرون. آیت الله جنتی گزارش عملکرد مسئولان را درباره اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت مسئولان صادقانه کارنامه عملکرد خود را به مردم ارائه دهند. درخواست این جنتی لعنتی از شیخ فری برای دادن کارنامه عملکردش یه چیزی تو مایه شیرجه زدن تو خاکه. شیخ فری برای که خودش رو از تک و تا نندازه یه وعده سرخرمنی داد و قضیه رو زیرابی رد کرد. هر جا شک کردیم در پیروزیمون در اقتصاد ما شکست خوردیم. اقتصاد مقاومتی، نه اینکه سوال کنیم که ما در اقتصاد مقاومتی موفق بوده ایم یا نبوده ایم. این چه سوالی است؟ یک دولت قدرتمند و کارآمد، یک رهبری فرهیخته و آگاه، او هدایت می کند ما در اقتصاد مقاومتی شکست می خوریم. سوال میکنیم که آیا موفقیم یا نه؟ از این سوال بدتر نمی شود. این همون حسن کلیدسازیه که قرار بود با برجامش نظام رو نجات بده، اما بعد از 4 سال وضع آخوندا درامتر از قبله. البته لازم نیست شیخ فری به خودش فشار بیاره و گزارش اقتصاد مقاومتی بده. قبل از اون وزیر اقتصادش بند رو آب داده و پرونده اقتصاد مقاومتی تو نظام ولایت رو اینجوری رو کرده. شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید. تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها دارن نفع میبرن. یعنی منظورش اینه که دولت نگو، انجمن بخور بخور بگو. این دلواپس بیهنرم سر چهارراه انتخابات گاوگیجه گرفته و خودش هم نمیدونه بالاخره چه غلطی میخوان بکنن. بعضی هم میگن ما اگر میخوایم تو برجام جلو بریم باید یه مقدار بند موشکامون رو شل بکنیم. بعضی هم میگن نخیره، اگه برجام ذره هم جلو رفته به خاطر موشکامون بوده رفته جلو رفته.
اگر کسی به ما حمله امروز نمیکنه به خاطر گفتگوی تو برجام نیست، به خاطر وحشتی است که از قدرت دفاعی ما داره. اینم یه چشمه از توان دفاعی آخوندا که همه ازش خیلی میترسن. البته ما وقتی خوب کارنامه شیخ فری رو بررسی کردیم دیدیم الحق و ولانصاف یکی از وعده‌هاش هست که محقق شده. امسال سال 94 93 نیست، 92 نیست، 91 نیست و سال آینده 95 خواهد بود. تو روزگار پتالی عظما تیویریش هم به خنس خورده و ورشکست شده. سیدعلی هم دیده هوا پسه 100 میلیون از جیب ملت بخشته به تلویزیون پشم شیشه. حالا ببینید یکی از نماینده های مجلسشون چطوری پتشون رو میریزه رو آب. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم نمایندگان زیادی اعتراض کردند که به هر حال جناب عالی می‌فرمایید که اذن مقام معظم رهبری است. ما معتقد هستیم و تا مطیع ولایت هستیم، اما جناب عالی به طور شخصی مسائل رو رفع و رجوع می‌فرمایید، در حالی که باید به طور شفاف مشخص بشه در چه مواردی حضرت آقا اذن میدن. آیا به عنوان مثال 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای صدا و سیما که باید یک در واقع ذخیره‌ای باشه برای من در واقع نسل آینده، چه توجیهی داره؟ عظما میخواست با اون 100 میلیون یه ترمزی به سقوط آزاد تلویزیونش بزنه، اما ظاهرا ترمزش نگرفت و بقیهش روشنه دیگه. یه مشت آخوندم تو مشهد تحسن کردن، گفتن باید استاندار خراسان برکنار بشه. حالا چرا؟ چون گفته رقص خوبه. صحنه دعوای همین آخوندا با آخوند امام جمعه رو ببینید. ما میگیم سر شما نماز میخونیم، از اون به ما میگی رقص حرام، رقص مرد حرام، رقص زن بر زن حرام، بعد بعدش که عزگر میاد حرف میزنه شما می ازش دفاع میکنید. وقتی همه این بزبیاریا رو میذاری کنار هم، اون وقته که میفهمی مسیر حرکت آخوندا تو سال گذشته یه چیزی تو این مایه هاست. یکی از تازه ترین ورژن های پاچخاری این عضو شورای شهر تهرانه که تو بادمجون درقابچینی برای عظما کورس گذاشته. الانم یه اولاد زهرا، این رهبر جانباز انقلاب، حرف این مرد فصل الختامه. ما میرفتیم جلو گیر وای میساییم، گیر به ما بخوره به ما خود نخوره، به قرآن علیدن پسر فاطمه. این با این مجیزگویی ها میخواست صندلیشو تو شورای شهر رو محکم کنه، اما خبر نداره که این صندلی وفا نداره و 2 شماره سوت میشه. این به اصطلاح کارشناس روسیه هم اومده نقش دنده کمکی عظما رو بازی کنه و به خیال خودش به خامنه روحیه بده. وقتی که سیستم سیاسی ایران عوض بشه و ایرانی امروزه از به یک سیستمی غربگرا تبدیل بشه و رهبران این وصلهای امریکا باشن، اصلا این به مرگ روسیه میآوره میرسونه و این نکته اولی فروپاشی روسیه خواهد بود. اینا خبر ندارن که روزش این دنده کمکی ها و هارت و پورتا به جایی نمیرسه و ماشین ولایت بد جوری درب و داغون میشه. دو کلمه هم از این جوجه تئوریسین بسیجی بشنویم که میگه قورباغه ولایت در حال آب پس شدنه و دیگه کار از کار گذشته. یه غذایی دارن فرانسوی‌ها قورباغه میخورن، قورباغه رو میندازن توی آبلمه، زیرش رو روشن میکنن، آروم آروم که داغ میشه این واکنش نشون میده، پاسخ میده، هی پوستش تغییرات میکنه در مقابل حرارت، چی میشه؟ آروم آروم
آقا جالبه لحظه میرسه که این قورباغه توی قابلمه میپزه بی اون که بفهمه این سیستم داره در مورد ما پیش میاد. ما رو از درون مورد حجم قرار دادن، ما از داخل به لحاظ فرهنگی داریم میپذیریم. بازم تیویریش و بازم سوتک خبری، یعنی یه روز سوتی ندن اصلا اموراتشون نمیگذره. که شاخص‌ها خب هنوز آماده نیست، من تکستشو پیدا میکنم خدمتتون حتما اعلام خواهم کرد. اما دفتر محبت رو اینو بعد بخونم، دفتر محصولات حلال تعزیرات. اجازه بدید من تکست‌ها رو بردارم. خب تعزیرات بگید خبر چنده بچه‌ها؟ بله من همین حلال رو میخونم که دفتر محصولات حلال در ارمنستان با هدف افزایش همکاری تجاری بین ایران و این کشور راه اندازی شد. این گزارش رو ببینید میپردازیم به بقیه خبر. تو این برنامه مجری اومد ابتکار بزنه، خودش رو سوژه نقد کنه، اینجوری گذاشتن تو کاسش. میکنم حالا به سبک فراستی بخوام بگم خیلی شلخته و بعضی وقتا لوس میشه آقای دخانچی توی اجرا و این شأن سردبیر به اون شأن سردبیری که گفتن ضربه میزنه. این اجرایی که خیلی شلخته میشه گاهی لوس میشه و این به نظرم باید نکته یک بهش توجه کنیم. آخه تیویریش رو چه به این بازی‌ها، این ژستا آخر و عاقبت نداره. در پایان توجه شما رو به اتفاق جالبی جلب می‌کنیم که در هنگام پخش یک گفتگوی سیاسی در BBC جهانی رخ داد. Democracy. Scandals happen all the time. The question is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea. به این ترتیب آخرین خبر تو خبر سال 95 هم به پایان میرسه و با دلی شاد و لبی خندان به استقبال سال خروس میریم.